میگه یه روز بارونی ملا پنجره را باز کرد، نگاه کرد بیرون، دید که همسایه‌شون داره میدوه که بره خونه که خیس نشه. یه ملا بهش گفت که احمق، داری از رحمت خدا فرار میکنی. میگه مرده با این حال که دیگه خیس شده بود سرعتشو کم کرد، یواشتر رفت. چند روز بعدش میگه مرده نگاه میکرد بیرون، روز بارونی بود، دید ملا داره میدوه. گفت آی ملا مگه یادت نیست همین حرفا چند روز پیش من زدی؟ گفتی از رحمت خدا فرار نکن. گفت دیوونه، برای همین میدونم زودتر برم خونه که بیشتر پا رو رحمت خدا نزن. اینا بهت میخوام بگم رفیق، آدم بی منطق برای کارهای خودش بالاخره یه جوابی پیدا میکنه. تو باهاش بحث نکن، تو حواست به کار خودت باشه. میگه تو را کارهای درشت از پیش، گهی گرد باید بودن گاه میش. این روزگار باید با هر کی مثل خودش برخورد.